سلام رفقای گل، خوش اومدین به این ویدیو. این اولین ویدیو بلند چنلمه که اومدم قشنگ بهتون یه آموزش درست حسابی بدم در مورد بهتر کردن اینترنتتون رو. مثلا بعض وقتا زنگ میزنن به آدم، بعدش وقتی که به آدم زنگ میزنن اینترنت میرینه دیگه، بعضی وقتا پینگ میره بالای 100 دیگه بر نمیگرده. بعدش هم میتونه سرعت اینترنتتون رو تا حدودی بهتر کنه، حالا تو چه اینستا چه یوتیوب و غیره. در ادامه آموزشی گذاشتم، لطفا تا آخر این ویدیو رو تماشا کنین، رد نکنین، لایک و سابم یادتون نره. ممنون که این ویدیو رو حمایت میکنین. هر ویدیو هم دلتون خواستش بسازم در مورد آموزش و اینا، بیاین تو کامنت ها اطلاع بدین و بگین نظرتون هم راجع به این ویدیو بهم بگین. کلا شات آوردم سر. در ضمن بگم که اگه لایک های ویدیو به 50 تا برسه، اتچمنت این HDR رو هم میذارم براتون، بریدش کنه قشنگ دمیج میکنه. اصلا والبنگو فقط دمیج میکنه اونم بعضی وقتا. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. خب دوستان، اول از همه میایم تو بخش تنظیمات، بعد بالا کانکشنز رو میزنیم. بعدش که اینو زدین اینجا نوشته موبایل نتورکس، اینو میزنیم. اینجا نوشته اکسس پوینت نیمز، اینو میزنیم. بعد اینجا من اینا رو اضافه کردم، یک و 882 CM کام اینا. بعد رو اد میزنیم برای اضافه کردن. نیم رو میزنیم، روی نیم می‌نویسین 1.1.1.1 همین شکلی که من نوشتم. بعد اوکی رو میزنیم. بعدش بخش APN هم دقیقا همین رو وارد میکنیم، 1.1.1.1 4 تا 1. بعد اوکی، دوباره بقیهش کار نداشته باشید. بعد میایم 3 نقطه بالا رو میزنیم، سیو رو میزنیم. بعدش که سیو زدیم اینجا براتون فعال میشه. و شما احتمالا هم اولش MCII اینترنت، اینجا 882 CM کام هم هست، میتونید 888 هم اضافه کنید که میایین تو نیم همون شکلی مینویسین 888. بعد اوکی. بعد APN هم همون 88. اشتباه کردم واسه پس سیو. اینا رو هر وقت اینترنتتون خراب شد و زنگ زدن تیریجی شد، میتونید اینا رو یکی یه دونه عوض کنین. CM کام و MCI نت هم هستش، ولی حالا یک کوچولو اینا ضعیفتر از یک. این هم همون کارو میکنین. اما بر وقت اینترنتتون ضعیف شده، پینگتون رفت رو 100 و اینها، میتونین راحت اینا رو وصل کنین. بعد یه حالت پرواز بزنین. بعدش روی این دایره آبی میزنین، دایره سفیده تو خالی میزنین. آبی که شد میریم بیرون، حالت پرواز روشن خاموش میکنین. این
اینای دیگه هم انتخاب میتونیم بکنین، ولی یک پیشنهاد من. رفقا آموزش فارسیش هم نزدیکای آخر ویدیو گذاشتم که با زبان فارسی هم بهتون توضیح میدم. نکته یگانگی تنظیم سهیل هایدن. نه دیگه نه من نه دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم، حواست چشمات میگن، برق روی لبهات میگن، عشقمو به بازی گرفتی خانم، منو اشتباهی گرفتی. دیگه میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقراری. دیگه میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقرار. خب رفقا اینم از آموزش فارسیش که بازم میرین تو تنظیمات اتصالات رو میزنین تو فارسیشه و شبکه‌های تلفن همراهه، برای بعضی شاید گزینه دوم باشه، بعد نامه نقطه دستیابی، بعد اینجا دقیقا همون کارا رو میکنه. اینجا یک افزودن رو میزنین، بعدش تو قسمت نام می‌نویسین همون یک، بعد دوباره تو نام دستیابی همون APN قبلی دوباره می‌نویسین یک دستم خورد .com تایید، بعد دوباره دو سه نقطه میزنین ثبت. بعدش اینجا دوباره همون حرکت های دیگه 888 و یک و CMA اینا هستن، نامو بزنین دوباره هم 888، بعد تایید، بعد همون سه نقطه اشتباه کرده باش نام دستیابی میزنین، بعدش تایید، بعدش سه نقطه ثبت، بعدش میان یکی از اینا رو انتخاب میکنین یک و 888 رو هر وقت اون اتفاق افتاد بزنین رو 888، بعد دوباره برگردین روی یک، بعدش بریم پایین، حالت پرواز رو روشن کنین خاموش کنین، حالا بعدش خودش میره بیرون یکم، بعدش دوباره میتونین برین ادامه بازیتون انجام بدین. مرسی که این ویدیو دیدین رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه و ویدیو لذت برده باشین. لطفا اگه خوشتون اومد یا کارتون اومد لایکتون نره، سابم کنین، دمتونم گرم، مرسی که حمایت میکنین. Aber aktivieren. Da schon drin. Var mı altından? Şöyle koymak lazım.